وقت بخیر باشه. امیدوارم که خوب و خوش باشید. ما اگر صفحه ما رو توی اینستاگرام پیگیری کرده باشید، یه مدتی هست که داریم تبلیغ یه دوره‌ای رو انجام میدیم که فکر کنم برای اولین بار هم با این عنوان هم با سرفصلایی که حالا قراره ارائه بشه در ایران داره برگزار میشه، به اسم هنر فروش سامورایی یا هنرهای فروش سامورایی. استوری کردیم، حالا چند تا وبینار معرفیش رو، یعنی پیش پرزنتیشنش رو برگزار کردیم، مورد استقبال قرار گرفت. منتها بعضی از دوستان تو صنف‌های مختلف من بهشون پیشنهاد داده بودم که تو این دوره شرکت بکنن، گفتن که ما که اصلا تو بحث فروش نیستیم، یا مثلا تو بخش فروشمون یه نفر دو نفر داره برای ما کار مارکتینگ رو انجام بده، این دوره مثلا به درد صنف ما نمیخوره. حالا مثلا وکیل بودن یا روانشناس بودن یا حالا صنف‌های دیگه. من یه نکته رو بگم که فکر کنم جالب باشه، حالا اینو هم استوری میکنیم هم پست میکنیم که شاید خیلی از کسایی که دیده باشن اون استوری ما رو شاید بگن که خب به درد ما نمیخوره و ردش کرده باشن و تمایل برای شرکت پیدا نکرده باشن. من یه تعریفی از فروش مهندسی فروش خدمتتون میگم، فکر کنم بعدش خیلی از دوستان مخاطب این کارگاه ما یا سمینار ما بشن. ببینید، اصلا عمل فروش این نیست که من یه کالایی داشته باشم، کالای فیزیکی، به عنوان مثال مثل موبایل، بخوام به شما بفروشم و شما خریداری بکنید و برید. ببینید، ما در معقوله فروش همه انسان ها دخیل هستن، یعنی همه ما در طول روز داریم کار فروش رو انجام میدیم. منتها بعضی خودشون میدونن دارن کار فروش انجام میدن، بعضی ها نمیدونن حتی خودشون دارن فروش انجام میدن. تعریف فروش اگه بخوام به صورت خیلی حالا مختصر یا علمی بگم، میشه عمل تبادل هر چیز ارزشمندی، حالا مثل کالا، خدمات، اطلاعات، حتی وجه نقد. در برابرش ما یا وجه نقد بگیریم، اطلاعات بگیریم، کالا بگیریم، یعنی مبادله دو تا چیز هم ارزش هم پایه از نظر ارزشمندی هست. حالا ممکنه من یک پولی رو به شما میدم، از شما یک موبایل میخرم، یه موقع است من میام توی دفتر شما کار وکالت انجام میدید، به شما پولی رو میدم، در برابرش مشاوره حقوقی میگیرم. شما فروختید اطلاعاتتون رو به من، یعنی فروش اتفاق افتاده. یا من مراجعه میکنم به یک روانشناس، توی زمینه سوال دارم یا میخوام برام یک تستی رو انجام بده، من شخصیت خودم رو بشناسم. خب اون روانشناس دانشش رو، تجربهش رو یا اون تست هاش رو به من میفروشه. من در برابرش یه چیز ارزشمندی مثل پول میدم، در برابر از شما یک اطلاعات یا یک تحلیل شخصیتی از خودم میگیرم. پس فکر کنم با این تعریف متوجه شده باشید که همه ما به نوعی داریم کار فروش رو انجام میدیم. من تو خیلی از حالا صنف ها، شغل های مختلف دوستانی رو دارم که وقتی باشون جلسه میذاریم همه از نظر بحث کار اقتصادی یا درآمدی ناراضی هستن. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که طرف یکی از فرض کنید وکلای خوب تو صنف خودش، تو رشته خودش هست و معروف هم شاید باشه، ولی زمانی که من موکل مراجعه میکنم بهش، نمیتونه خودش رو به من خوب بفروشه، یعنی اصطلاحاً اطلاعات و تخصصش رو نمیتونه خوب در اختیار من قرار بده که من اون رو به عنوان وکیل خودم انتخابش بکنم، یا اگه مثلا خوب توضیح نده میگم نه خب این به درد این پرونده من نمیخوره. خب این خیلی مهمه شما بتونید اولا تجربه اطلاعات خودتون رو خوب پرزنتیشن کنید اصطلاحاً. خب اون نکته مهم اینجاست، اگر بتونید یک مراجعه کننده رو خوب توجیه بکنید، تونستید فروش انجام بدید، اون پرونده رو در اختیار خودتون
قرار بگیم که حالا این به صورت خیلی مختصر من دارم خدمتتون عرض میکنم. خیلی شاخ و برگ های مختلف داره. تو اون محیط اون آقای وکیل باید چطور برخورد کنه، چطور قراری رو برگزار کنه، اصلا چطور قرارداد تنظیم بکنه که خدای نکرده موکلش کار رو انجام نده براش، بعد حالا حق و زحمه وکالتشو نتونه بگیره. و نکته مهم نحوه ارائه یا بیانه. من خیلی مواقع رفتم حتی یک پزشک بسیار زبردستی بوده ولی انقدر برخورد یا نوع گفتارش خوب نبوده، من خب مراجعه نکردم دیگه دفعه دوم. یا اصلا فرض کنید حالا تو بحث وکالت، حالا ما اسم وکالت رو میبرم به خاطر از نظر خدماتی خیلی ملموس تره برای ما. خب من نگاه کردم مثلا فن بیانی نداشته این آقای وکیل، یا نتونسته خودش رو شو کنه. حالا بحث ساخت و سازم میتونیم بگیم، یه سازنده خیلی معروف شاید معروفیتش مشتری براش بیاره، ولی یک متخصص تو علم عمران میتونه خوب بسازه ولی نمیتونه خوب خودش رو پرزنت کنه. خب اینها همه یک اصطلاحاً سازوکاری داره، یک چارچوبی داره، ما باید اینها رو یاد بگیریم. ما تو این دوره یک بخش به صورت کلی یه سری اطلاعات رو میدیم، یک بخش دیگه تخصصی بر اساس رشته تخصص شما، وکیل هستید، مهندس عمران هستید یا هر رشته دیگه، میایم به صورت جزئی تر میگیم آقای مهندس بهتره شما تو پرزنتیشنت از این ابزارها استفاده کنید، در بیان موضوع ساخت و سازت اینطوری صحبت بکنی، اون مراجعه کننده خب زمین خودش رو در اختیار شما قرار میده برای اصطلاحاً حالا ساخت و ساز. خب امیدوارم که حالا یه مقدمه می‌خواستم بگم ولی خب یه مقدار طولانی شد، دیدم واجبه که این رو بگم. شاید خیلی‌ها فکر می‌کردم مخاطب این سمینار نیستم و حالا رد می‌کردن استوری رو. بودن خب ما که نه مغازه‌ای داریم، نه صنفی هستیم، نه تولیدی هست، بس به درد ما نمیخوره. فکر کنم که با این توضیح مخاطبای بسیاری برای این سمینار مراجعه بکنم به ما در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه.